سلام دوستای خوبم، من ثریا هستم و به کانال من خوش اومدید. از اون جایی که امروز هوا آفتابی بود، من و پسرم دایان تصمیم گرفتیم که بریم بیرون، هم یه قدمی بزنیم، همین که چیزایی که نیاز داریم رو بخریم. درسته که هوا آفتابیه ولی هوا سرده و من ترجیح میدم که پسرم رو بپوشونم که سرما نخوره. وقتی دیدیم هوا آفتابیه تصمیم گرفتیم بیایم بیرون، اما نمیدونستیم که اینقدر سرده و آدم واقعا از بیرون اومدن پشیمون میشه. اگه واقعا آدم چیزی نیاز نداشته باشه تو این هوا، دلش نمیخواد که از خونه بیاد بیرون. همونطور که میبینین رودخونه یخ زده و قشنگ میشه سرما رو از توی ویدیو هم حس کرد. بریم فروشگاه که یه سری از وسایل مورد نیازمون رو بخریم. من عاشق این گلا هستم، واقعا خیلی زیبا و قشنگن. خریدمون اینجا تموم شد و از فروشگاه اومدیم بیرون و میریم سمت یه فروشگاه دیگه. هر بار که از این قسمت فروشگاه رد میشم دلم برای سگام خیلی تنگ میشه. کاش که پیشم بودن و میتونستم این تشویقی ها و غذای خوشمزه رو براشون بگیرم. یه سرم به قسمت غذای بچه ها زدم و این غذای خوشمزه رو برای پسرم گرفتم. هرچند پسرم الان خیلی زوده که بتونه غذا بخوره، اما میخواستم مزه کنه و آشنا بشه با طعم غذایی که قراره چند وقت دیگه ازشون استفاده کنه و مطمئنم که خیلی خوشش میاد و دوست داره. برای خودم هم از این ماسک موها گرفتم چون موهام خیلی خوش شده. نمیدونم ماسک موی خوبیه یا نه، اولین بار دارم از این ماسک مو استفاده میکنم. یه سر هم به فروشگاه لباس رفتم و یه چند دست لباس برای آقا دایان گرفتم. بعد از اینکه خریدمون رو انجام دادیم به سرعت سمت خونه حرکت کردیم چون هوا خیلی سرده و من نمیخوام بچه‌م سرما بخوره. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودید و ما رو تماشا کردین. خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید و با لایکتون از ما حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.